با عرض سلام و احترام هموطنان گرامی، شما در جریان هستید که ما از 1 سال بدین سو چینل از خراسان تا افغانستان را راه انداختیم. هدف از راه اندازی این چینل بیان حقایق دینی، تفسیر درست از اسلام، بیان حقایق تاریخی، موضوعات اجتماعی، علمی، فلسفی و هنری در این چینل است. شما با مشوره های خود سابسکرایب و بازنشر این چینل همکاری نمایید که ما حقایق را آنچنانی که هست به جامعه خود تقدیم بکنیم. بیان حقایق به جامعه از راه علمی و متدیک آن این سبب پیشرفت علم، آگاهی و روشنگری در جامعه می شود و سبب جلوگیری از اختلاف، اختناق و تشنج هایی که اکثرا مبنی بر اساس جهل، بر اساس ناآگاهی و بر اساس بیخبری از دین، از تاریخ، از فلسفه و هنر است. ما در این چینل با مسائل و حقایق روز سیاسی میپردازیم، با مسائل سیاسی روز میپردازیم و موضوعات مهم را در جامعه خود به بررسی میگیریم. امیدوار هستم در این راه با ما همکار و همگام باشید و سلام.